به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. دوستان خوب من، خانم ها، آقایان، Ladies and gentlemen، سلام. اصلا اینجاش خنده نداشته. میدونید مقصر نیست سلام میکنم میخنده، میگه فقط دو تا ایرانی میتونن وقتی به هم میرسن عوض از سلام به هم فوش بدن. چه سوال اینجا سیکن این خواننده مردمی و محبوب و دوست داشتم. شما اگه من میدونستم از کجا عکس میگرفتی متوجه میشدم که سوراخ‌های دماغ من جای جذابی نیست که لنزشو زوم کرد مثل زبون مگس تا اینجا اومد. عجیب غریبه، بعد کاسا من اینجور این اینجوری اون اینجوری عجیب غریبه. با هم عشق شناختی نزن به خدا اون بود به اهل بخیه ای It was okay. همه چیزمون من دارم میگم با همه جای دنیا. حالا یه چیز کازم میگفت نگو، اما میگفت نگاه کن در ایران دو تا دختر به هم میرسن اولین چیزی که به هم میگن چیه؟ تا سلام میکنن سلام شوهر کردی؟ دو تا پسر به هم میرسن چطوری عمت خوبه؟ میگفت در مثلا خارج هر کجای دنیا در باغ وحش دارن دو نفر میرن با هم دیگه یهو یه میمون رو درخونن This monkey is fun. It's a white beast white که چون میکنه با دوستش با هیجان گفت این میمون رو درخش جذابه چقدر بامزه است. تو ایران میگه مثلا دو تا پسر رفتن بابا اصغر بابا دو درخت نگاه میکنه اصغر میگه منتظر عمت هست. محدودیت‌هایی هست من نمیدونم، شما میدونم، اونام نمیدونم، اما هرچی هست فیلم و سریال‌های ما از این فیلم و سریال‌های ماهواره‌ای بهتره، خیلی بهتره. مثلا میگفت دیالوگ‌ها رو نگاه کن در یک فیلم ایرانی پدر پسرش میگه پسر پدرش پدر به خاطر همه زحمت‌هایی که برای من کشیدی ازت ممنون دوست دارم بابا. در هندوستان نمایش فیلم هندی هست و دیالوگ پسر با پدر اینجوریه پدر من آتا کشتی همش دنبال بکش دیدی یک نفر حریف گردانه عجیب غریب این هندیان دست آبادانیان از پشت بستن در سریالای ماهواره‌ای پدر من کیه؟ بابا این کیه؟ که اگر من بخوام در این مقطع خلاصه معنی تمام فیلم و سریال‌های ترکیه رو برای شما توضیح بدم میشه این یک بیت شعری که من خدمت شما دارم. تمام سریال‌های ترکیه رو جمع کن خلاصش میشه یک بیت شعر. دوست من دوست داره با دوست داره همه میخوان با هم دوست بشن همش هم زنای شوهردار با مردای متعهل میخوان دوست بشن. آموزش کامل فساد اخلاقی. یه بچه‌م نشسته اون وسط داره نون ماست میخوره معلومه کی هست. وقتی اینجا با هم میگن قزاقی والا با هم اینا تو مهمانیاتون معلوم نیست چه کار میکنه کسی نمیره با خواجه امیری به رفضه که اون بگه برای آخرین بار بگه بترخون کمر برای آخرین بار تموم میشه بسه تأثیر پذیر فیلم اشاره کردن که وقت بنده هم تمام هست واقعا خیلی زود گذشت مدام یعنی ادامه بدیم برنامه رو سوره میگفت
حسن این آهنگای این مدلی که میاد اینه که اول تو تاکسی ها بینی که آهنگای خزافی اول تو تاکسی ها آورده میشه. من میگم حسن این آهنگا اینه که تو این تاکسی نشستی داری گوش میدی میگه پیاده میشی میدون بنک میری به سمت بولوار بری تو اون تاکسی دیگه میشینی میگه که میا ادامهش اونجاست. هرش میکنه یا کاری باید نداره برو خونت فکر کن اون از من بترسه اون من قورسم میده اما یه لحظه اونجا دیدم رنگش پریده فکر کنم فشارش افتاد فکر کن فشار اون بیفته سالون میفته یکی نیست عزیزم مهم اینه که پولدار باشی نگاه پولدار که باشی همه معایبت البته ایشون حسنم من دوستش دارم چون خودم لاغرم عقده‌ای هم یکی مثل تو رو میبینم